آقای باغبان خودتون رو معرفی بفرمایید در مورد ایده ها و به عبارتی طرح شما میخوایم صحبت کنیم، اشتغالزایی هایی که در روستاهای مختلف استانمون و من خب اخبار مربوط به مسائل اقتصادی رو هم دنبال میکردم. اصلا دیگه این مسئله در کشورهای دیگه هم داره از طریق شما سوق پیدا میکنه و خواهان زیادی داره. حالا اینا یه علامت های سوالی باشه برای بینندگان، جواب میگیرید انشالله. من فوق لیسانس تغذیه دام و طیور هستم و دکترای کسب و کار و کارآفرین حوزه حشرات و نفر اول برنامه میدون از شبکه 3 با پرورش حشرات. از سال 91 مرغداری اجاره می‌کردیم، مرغداری گوشتی با پدرم و مرغ گوشتی پرورش میدادیم و عرضه می‌کردیم به بازار. و ما همیشه این معضل و مشکل رو داشتیم که یا یک روز سویا بود، خوراک نبود، خوراک گرون بود و نمیتونستیم با آسایش فکر و اون به قولی آسودگی خیال بتونیم این محصول رو تولید بکنیم به بازار بدیم. و من همیشه دنبال این جریان بودم که چطور میشه یه جایگزین پیدا بکنیم، چون همونطور که شما و بینندگان عزیز میدونن ما متاسفانه کشورمون وابسته واردات منبع پروتئینی سویا و نهادهای دامیه و سالانه میلیون ها دلار ما داریم ارز از کشور خارج میکنیم تا از کشورهای اروپایی و آمریکای جنوبی متاسفانه ذرت و سویا وارد بکنیم. بله. و همیشه منتظر این بودم و دنبال این بودم که چطور میشه یک محصول رو جایگزین بکنیم برای حداقل، نمیگم کل این محصول، حداقل بخشی از این محصول. به خاطر این پایان نامه فوق لیسانسم روی ضایعات ماکارونی کار کردم و دیدم ضایعات ماکارونی خیلی خوب جواب میده برای مرغ گوشتی، اما چون تولیدش خیلی کم هستش نمیشه به صورت عمده اینو تکثیرش کرد و ادامه داد. در یوتیوب داشتم دنبال فیلم‌های جدید میگشتم، چون خودتون میدونید ذهن کارآفرین ذهنیه که همیشه دنبال سوال و دقیقاً جستجوگره و به قول خودمون دیوانه است، یعنی یه جوری دیوانه است که دنبال سوال‌ها و طرح‌های جدیده. دیدم که کشورهای خارجی در کنار سالن‌های پرورششون یه کرم‌هایی رو دارن پرورش میدن. اولش متوجه نشدم چون زبان انگلیسی بود، ما زیاد متأسفانه انگلیسیمون اونقدر قوی نبود، در حد تخصصی خوب هستش ولی عمومیت. کم کم تحقیق کردم دیدم که این کرم‌ها رو دارن برای طیورشون، برای آبزیانشون استفاده میکنن و نتایجی که دارن ازش فیلم میذارن باعث بهبود رشدش شده، باعث بهبود افزایش تخم گذاریشون شده و تولیدشون شده. تصمیم گرفتم که این پرورش کرمو بیارم بومی سازیش بکنم. البته قبل از من هم دوستانی بودن کار میکردن، نمیگم فقط من بودم یا مثلا بخوام اعلام بکنم من اولش رو آوردم تو ایران، نه، قبل از منم دوستان داشتن در حد شمال غرب کشور میتونیم بگیم؟ بله، در حد شمال غرب کشور بنده بودم. سال 94 95 بود که طرح پرورش حشرات رو با 20 تا سبد، چون اینا داخل سبد پرورش داده میشن، دادم به دانشگاه آزاد شهرستان مشکین شهر. بله. قبول شد توی مرکز رشدش و من با 20 تا سبد شروع کردم ببینم که اصلا این کار شدنی هست شدنی نیست و دیدم که جواب میده و محصول داره تولید میشه و تکثیر خیلی خوبی داره، تکثیر بالایی داره. به خاطر الان چند نفر اشتغالزایی شده آقای باغبان برای این طرحتون؟ الان تو مجموعه خودمون که 5 نفر دارن کار میکنن و تو اکثر استان‌ها ما الان نمایندگی داریم و با چند تا کشورم. با کدوم کشورها الان کدوم کشورها درخواست و خواهان این هستن که این حالا صنعت بومی سازی شده رو داشته باشن؟ عراق و سلیمانی خیلی بیشتر الان دنبال این صنعت هستش. کشور عراق و سلیمانیه. بله. بعد برای امارات، برای پتشاپ ما قبل از این 12 روز جنگ بله متجاوزانه داشتیم فعالیت میکردیم که به خاطر این شرایط فعلا مونده.